بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، شیخ الاسلام رحمت الله علیه در عقیده واسطیه یک چند آیات‌های را ذکر کردند که الله تعالی در این آیات‌ها خود را وصف کرده است. از جمله گفتند که وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله تعالی در این آیت میگوید که الله تعالی ذاتی هست که آسمانها و زمینها را آفرید در 6 روز، یعنی یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. جمعه برای آن جمعه نامیده شد که مخلوقات جمع شد و روز شنبه الله تعالی چیزی نآفرید. السبت بمعنى القطع، روز شنبه یعنی به معنای قطع، یعنی خلق کنده شد. یهودا میگفتن که الله تعالی دم گرفت. نعوذ بالله. الله تعالی رد میزنند، میگوید که ما آسمان ها و زمین ها را در 6 روز آفریدیم و ما مسنا من لغوب، برای ما خسته شوی نرسید، ما مانده نشدیم. الله تعالی چی مانده میشه؟ الله تعالی خواهد در کن فیکون پیدا میکرد، لیکن از حکمت های ذات حکیم است که در 6 روز آفرید. آسمان ها و زمین را، یعنی زمین ها را، چخیلی که در حدیث هم ثابت شده است که زمین ها هم 7 قبت است، چخیلی که آسمان ها 7 قبت است. 7 آسمان است، 7 زمین است. الله تعالی آسمان ها و زمین ها را در 6 روز آفرید. ثم استوى علی العرش، سپس بر بالای عرش بلند شد، برآمد، قرار گرفت. و ما استوا را ترجمه میکنیم، میدانیم معنایش را، ولی کیفیتش را نمیدانیم. یه بار آیت تا آخر ترجمه میکنم، سپس به معنای استوا باز میگردیم. یعلم ما یلج فی الارض، الله تعالی میداند آن چیزی که به زمین میدراید، یعنی آن دانه هایی که به زمین پاشیده می شود. عددی دانه ها را، وزن آنها را می داند. غیر از این کدام دانه ها چقدر آینده حاصل می دهد و کدام دانه ها حاصل نمی دهد. عددی دانه هایی که به زمین در آمد، هر چیزی که به زمین در آمد، عددی مرده ها تا امروز چقدر است، از ابتدای مثلا سال تا امروز، یا از ابتدای دنیا تا امروز چقدر مرده زیر خاک در آمد، الله تعالی می داند. و این چون وقتی که به زمین آب میمانید، زمین را آبیاری میکنید، چند لیتر آب تگی زمین رفت، تا کجا رفت، هر چیزی که به زمین در آمد الله تعالی میداند. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، هر چیزی که از زمین میبراید، از حاصل ها، از کنز ها، از ذخیره ها، هر چیزی که از زمین میبراید الله تعالی آن را میداند. و ما ینزل من السماء، هر چیزی که از آسمان نازل میشد. و ما یعرج فیها، هر چیزی که به آسمان میبراید، فرشته ها، عمل های صالح، دعاهای نیک، هر چیزی که به آسمان میبراید الله تعالی همه آن را میداند. و هو معکم اینما کنتم، الله تعالی همراهی شما هست، شما در کجایی که باشید، هر کجایی که شما باشید الله تعالی در همانجا هست. والله بما تعملون بصیر، الله تعالی به هر کاری که میکنید بینا هست. ببینید، مقصد هر جایی که شما هستید الله تعالی هم همانجا هست. وقتی که شما فکر نکنید که الله تعالی، من از چشم الله تعالی دور شدم، هر گناهی میخواهم میکنم، نگویید. الله تعالی شما رو میبیند. البته سبب گمراهی آنهایی که گفتند که الله تعالی در همه جا است، همین آیت را نادرست میفهمیدند.
عربها هم مقاله های خلقی و غیر عربها هم میگوید که ما زلنا نسیر والقمر معنا. ما همیشه شبی دراز راه گشتیم و ماهتاب همراهی ما بود. مسافر وقتی که راه میگردد شبانه باشد مثلا ماهتاب، اگر ماهتاب مثلا 13 14 15 شبه باشد علال خصوص بر اعلا دیده میشد، میگوید که یک شبی دراز راه گشتیم و ماهتاب همراهی ما بود. مگر ماهتاب همراهی آنها راه میگشت در همین زمین؟ نه، ماهتاب در آسمان بود، در بالا بود. یعنی این جمله استفاده میشد حتی بین مخلوق ها هم. در کجایی که باشی منم در همان جا میگم، مقصد چشمم هست میگوید یعنی آدمم هست میگوید. در بین شما آدم های ما هست، خبرکش های ما هست میگوید. مثلا به این معنا یعنی ما همراهی شما هستیم، در کجایی که باشی من همراهی تو هستم به معنای آدمی من هست، خبرکش های سخنچین های من هست. یعنی این جمله در بین مخلوقات درست میگیرد. چی جای الله تعالی میگه که و هو معکم، الله تعالی همراهی شما هست هر کجایی که شما هستید. در دوامش که الله تعالی به هر کاری که میکنید بینا هست. یعنی الله تعالی با علمش، با خبرتش، با شنواییش، با بیناییش همراهی بنده ها هست، نه با ذاتش. اما با ذاتش ببینید در یک آیت الله تعالی هر دوش جمع کرد. همین یک آیت است برادرای عزیز، همین آیت یک آیت است. در یک آیت در بالای عرش بودنش و همزمان همراهی ما بودنش را جمع کرد. و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. الله تعالی ذات است که آسمان ها و زمین ها را در 6 روز آفرید، سپس بر بالای عرش بلند شد. هر چیزی که به زمین می درآید و هر چیزی که از زمین می براید و هر چیزی که از آسمان نازل میشه، هر چیزی که به آسمان می براید او را میداند گفت. ببینید درباره صفت علم است و الله تعالی همراهی شما هست، یعنی با علمش و با صفتهای بیناییش و شنواییش همراهی شما هست. اینچنین با همراهی نصرتش اگر شما مؤمن باشید الله تعالی همراهی شما هست، یعنی الله تعالی طرف شما هست، یاردم دهنده شما هست. اینما کنتم، در کجایی که نباشید. و الله تعالی به هر کاری که میکنید بینا هست. خب اهل سنت و الجماعت صفتهای الله سبحانه و تعالی را انکار نمیکنند. نمیگویند که الله تعالی بر بالای عرش استوا نکرد. سبحان الله، بسیار مردم سوال میدهند که همین الله تعالی در همه جا است یا در بالای عرش است؟ آخر این سخن الله است. الله تعالی در بالای عرش است، سخن الله است. با همین مردم را عقیدهش را میسنجد. ثم استوى علی العرش در 7 جای قرآن آمدگی است. الله تعالی در بالای عرش بلند شد. خب قرار گرفت. این تفسیر صحابه ها هست. ثم استوى علی العرش، سپس الله تعالی بر بالای عرش بلند شد. اهل بدعت میگویند که جهمیه ها و معتزله ها سر کرده این سخن برآورده. وقتی که ما گوییم که الله تعالی بر بالای عرش برآمد گوییم، این معنای آن دارد که الله تعالی حرکت میکند و این حرکت را جسم ها میکند. بنابراین الله تعالی را باید از این صفت پاک کرد. ثم استوى علی العرش، وقتی که ما گوییم که الله تعالی بر بالای عرش برآمد گوییم، از این فهمیده میشد که الله تعالی بر بالای عرش محتاج است. چه خیلی که ما بر بالای کشتی برآمدیم و بر بالای شتر برآمدیم گوییم ما به کشتی محتاج هستیم و به شتر محتاج هستیم. وقتی که ما این گونه میگوییم الله تعالی بر عرش گویا محتاج میشد. نه، الله تعالی پاک است گفتند و استوا را استولا ترجمه کردند. و یک قول شاعری هست که نسبتش به آن شاعر دروغ است و در صورتی حقیقتا همان شاعر همین گپ گفتنشم از نگاه لغت عرب دلیل در این
عباره دیده نمیشد، برای آنکه خود شاعری که این گپ گفته است اولش اینکه اختل است، نامش نصرانی هست، دومش اینکه اهل لغت نیست. او نه از روی لغت نه از روی دین، بگذار اگر مثلا نصرانی باشد ولی شعرش شعری عربی تازه باشد ممکن بود، ولی نه، شعر اول شعر بافتگی هستن نسبت دادیم به همون یک اختل ساخته است. حتی بعضی علما باور نمیکردن که شعر بافته به همون چسبانیدن. دومش اینکه صاحب شعر نصرانی است. سومش اینکه صاحب شعر زبان عربی را درست نمیداند و هیچ هم به معنای استولا توغری نمی آمد. و حالا آنکه الله تعالی ما قرآن را باید اول با قرآن تفسیر کنیم، بعد با سنت تفسیر میکنیم، بعد با اقوال صحابه ها، آنهایی که در حضور وحی شاهد بودند، بعد با قول تابعین که آنها شاگردان صحابه ها بودند، شاگردان شخصیت هایی که شاهد نزول وحی بودند. وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی نازل میشد، آنها عین زمان در اطراف پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی میکردند. تابعین از آنها علم گرفتند. بعد به سخنهای عرب ها برمیگردیم، عرب هایی که پیش از اسلام زندگی کردند و شعرهای زمان جاهلیت هست. با در زمان جاهلیت، در زمان پیش از اسلام، با زبان عربی تازه شعر گفتند و سخن گفتند. و به سخنهای آنها برمیگردیم، برای که قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است. بنابراین این منزبیت یگان به دلیل ها درست نمیگیرد، برای آنکه اینجا الله تعالی کلمه ثم را استفاده کرده. ثم استوى علی العرش، سپس الله تعالی بر بالای عرش برآمد. اگر ما عرش را ملک گوییم، تا این دم ملک از آن کی هست؟ سپس الله تعالی صاحب ملک شد. هیچ هم به این الله تعالی درست نمیگیرد. اهل باطل این آیت را تعویل کردند، استوا را استولا کردند. ما تعویل نمی کنیم، حرف اضافه نمی کنیم، بیکار نمی کنیم، تعطیل نمی کنیم، تشبیه هم نمی کنیم. نمی گوییم که الله تعالی بر بالای عرش برآمد، چه خیلی که ما بر بالای کشتی می براییم و حالا که ما بر کشتی محتاج هستیم و ما بر کشتی چسبیدگی هستیم، این خیلی نمی گوییم. الله تعالی چه خیلی که خودش گفت همین خیلی می گوییم، اثبات میکنیم، کیفیتش رو نمیپرسیم، نمیگوییم که چی گونه، و میدونیم که صفاتهای الله تعالی و کارهای الله تعالی به صفاتها و کارهای بنده ها مانند نیست. ما نسبت میدیم به الله تعالی و الله تعالی رو وصف میکنیم. الله سبحانه و تعالی چه خیلی که خود رو وصف کرده است. ببینید، اهل تعویل کردن، گفتن که استوا به معنای استولا هست. اهل تعطیل نگفتن الله تعالی به بالای عرش استوا نکرد، گفتن انکار کردن. الله تعالی میگه که ثم استوى علی العرش، سپس الله تعالی بر بالای عرش بلند شد. میگه اهل تعطیل میگن که نه بلند نشد. میگه اهل تعویل میگن که نه بلند نشد، به معنای اینکه صاحب ملک شد. میگن یک قاعده دارند اهل باطل که همیشه میگویند که ظاهر آیت مراد نیست. میگن هر یک آیتی که الله تعالی خود را وصف میکند، اهل تعویل میگن که ظاهر آیت مراد نیست. میگن یعنی مقصد الله تعالی ظاهر آیت نه. یعنی شما این خیلی نفهمید. خب چی هست مقصد الله تعالی؟ برای چی الله تعالی فقط این خیلی سخن میکند؟ یک چیز میگوید و دیگر چیز در نظر میدارد. و الله تعالی بهترین سخن کننده است. الله نزل احسن الحدیث، الله تعالی بهترین سخن را نازل کرده است. و من اصدق من الله قیلا، کیست از الله تعالی راستگویتر؟ بنابراین نخواد همه وقت الله تعالی یک گپ گوید و دیگر چیز در نظر دارد. و حالا اون که الله تعالی میگه که ما این قرآن به زبان عربی تازه نازل کردیم، عرب ها چه خیلی که میفهمند همین خیلی نازل کردیم، لعلکم تعقلون، تا اینکه شما فهمید. گفت عرب ها رو. خب و بعضی اهل تعویل گفتند که اهل سلف تفویض میکند، یعنی معنای آیت را
تفویض میکند. فوض یفوض تفویضا به الله تعالی میسپارد. چه خیلی میگویند که یعنی که الله تعالی معنایش رو میداند، ما نمیدانیم. بنابراین به همین تفویض کمتر روشنی میاندازیم. یعنی اهل سلف هیچگاه آیت ها را تفویض نمیکردند. یعنی معنایش رو الرحمن علی العرش استوى، رحمان بر بالای عرش استوا کرد. استوا رو ما معنایش رو نمیدانیم، الله تعالی میداند نمیگفتند. این تهمت است بر اهل سلف. بله اهل سلف تفویض میکردند کیفیتش را، نه معنایش را. انا اکنون به شما یک چند قولهای علما را قرائت میکنم تا اینکه تفویض در نزد شما ثابت شد، برای آنکه این کلمه تفویض را در تمام صفاتهای الله تعالی اهل باطل فکر میکنند که اعتقاد سلف همین بود، با به همین هم رد میزنند، میگن که تفویض نادرست است. میگن سلف تفویض میکردند لیکن باید ما اینو تعویل کنیم. میگن درباره تعویل هم علاوه شاید اگر امکانیت شود صحبت میکنیم. فنؤمن بان الله تعالی قد استوى علی العرش، ما ایمان میبریم که الله تعالی بر بالای عرش استوا کرد، استواء حقیقیا یلیق بجلاله سبحانه و تعالی، یک استوایی که به الله تعالی لایق است، مناسب است، سزاوار است. استوای حقیقی، تعویل نمیکنیم، مجاز نمیگوییم، حقیقی، چون که الاصل فی الکلام الحقیقه، اصلا کلام دلالت به حقیقت میکند. لیس که استوای البشری، لیکن استوای پروردگار مانند استوای بشر یا دیگر مخلوقات نیست. ما تشبیه نمیکنیم، نمیگویم که الله تعالی برآمد بر بالای عرش، چه خیلی که ما بر بالای کرسی برآمدیم یا بر بالای کشتی یا بر بالای شتر یا بر بالای اسب برآمدیم، نمیگوییم. بلکه استوای الله تعالی برای خود خاص است، برای خود مناسب و سزاوار است. ولكن کیفیت الاستوا مجهوله بالنسبه لنا، لیکن کیفیت استوای پروردگار به ما مجهول است، نمیدانیم. کیفیت استوای الله تعالی رو نمیدانیم. برای چی نمیدانیم؟ برای اینکه الله تعالی برای ما خبر نداد. ولذا فاننا نفوض کیفیته الی الله، بنابراین ما کیفیتش به الله تعالی تفویض میکنیم، میسپاریم، میگیم کیفیتش الله تعالی میداند. لیکن ما میدانیم که استوا معنا دارد. استوا به معنای برآمدن، بلند شدن، قرار گرفتن است. ما اینو میدانیم، لیکن کیفیتش نمیدونیم، صفتش نمیدونیم و به صفت استوای خودمون مانندم نمیکنیم، بیکارم نمیکنیم. برای اون که الله تعالی اثبات کرده، هر کاری که الله تعالی کرده است و گفته است همان خیل میگوییم. از منهج الله تعالی و منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون نمیبریم. اسلوب قرآن چه خیلی که از همان خیل میگوییم. خب کما قال الامام مالک، چه خیلی که امام مالک رحمت الله علیه گفتن و غیر امام مالک گفتن. وقتی که امام مالک پرسیده شد که کیف الاستوا، چه خیلی الله تعالی استوا کرد، فاطرق مالک رأسه ملیا، شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگن که وقتی که مالک سوال کرده شد سرش خم کرد. و علاه الرحضاء، وقتی که سرشون رو برداشتن الله که در پیشانشون عرق بود از عظیمی آن سخنی که گفته بود. چخیل الله تعالی استوا کرد، گفته سوال داد. تا این زمان مردم نمیپرسیدن، امام مالک تبع تابعین هستند. وقتی که سرشان رو برداشتن عرق کردگی بودن، گفتن که الاستواء غیر مجهول، استوا غیر مجهول است، یعنی معلوم است. استوا مجهول نیست، گفتن معلوم است، یعنی که مجهول نیست یعنی معناش نامعلوم نیست، نه بلکه معلوم است. والکیف غیر معقول، کیفیتش عقل نمیگیرد، کیفیتش نامعلوم است. والایمان به واجب، ایمان آوردن به استوای پروردگار بر بالای عرش واجب است. و السؤال عنه بدعت، سوال کردن از این باره از کیفیتش بدعت است. چخیل الله تعالی بر بالای عرش برآمد، گفته سوال دادن بدعت است. و ما اراک الا ضالا، من تو را گمراه گمان میکنم.
ثم امر به فاخرج. سونه امر کردن پس برآورده شد از مسجد. اخرجوه گفته اینو برآورید از مسجد. وقتی به بعضی عالم ها میگن که چه خیلی امام مالک یک آدم از مسجد من برآورد، حالا که الله تعالی میگه که و من اول ممن منع مساجد الله، کیست ظالمتر از آن آدمی که مردم از مسجد الله تعالی منع میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که کسی که اگر پیاز خورد یا چسناک خورد برآید از مسجد مفته و بقیه رفته نماز خواند. بقیه اگر شما دیده باشید در پهلوی چپی مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگر به قبله نگاه کنید در طرف چپی مسجد بقیه هست، یعنی قبرستان بقیه. اون وقت صحرای وسیع بود، مردم به همانجا به قضای حاجت به صحرا میبرآمدند، حتی نمازهای عید، نمازهای جنازه در همان بقیه خوانده میشد. اون وقت قبرستان نبود. حالا بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پیاز و چسناک خوردگی انسان را، سیر پیاز خوردگی انسان را از مسجد برای برآمدن امر کردن در بقیه خانه گفتند. برای چی؟ برای اینکه از بوی دهانی بدش مردم اذیت میبینند، فرشته ها اذیت میبینند. اما اهل بدعت از عقیدش اهل مردم اذیت میبینند. یا عقیده باطل که وارد مسجد میشه، اهل مسجد پراکنده میکنه، عقیده مردم رو پراکنده میکنه، در بین مردم شبهه میاندازه. بنابراین اهل بدعت از مسجد پیش کردن اجازت است. برای اینکه چسناک خوردگی هم پیش کردن اجازت باشه، فاخرجوه امری به خروج کردن، برآرید از مسجد گفتن. ثم امر به فاخرج. امام مالک اگر امر کنن همه امر امام مالک اطاعت میکنن. حالا که امام مالک از جانب حکومت یگان وظیفه نداشتن، نه قاضی بودن، نه مفتی بودن، نه مدرسی رسمی بودن، همین خیلی برآمده درس میگفتن. حتی وقتی که یک فتواشون مردم نگرفت گفتن که لا اتکلم بالعلم حتی یقتل. من گفتن درباره علم دیگر گپ نمیزنم، من دیگر به مردم علم تعلیم نمیتیم تا مادامی که همین آدم کشته نشود. یک آدم دو پسر داشت، یک تا پسری خوب، یک تا پسری بد. پسری بدش در مدینه پسری نیکشه میکشه، پسری گناهگار و فاسق، پسری یعنی برادری خودشه به قتل میرسونه، برادری صالحشه. بعد پدر و مادرش به قاضی ها مراجعت میکنن و میگن که همین عوف کرده شود. مقصد میگن بچه ما بچه گنده هست، لیکن ما اینش هم اگر روزی کشته شود ما بی بچه میمونیم، بگذاره این بچه ما گنده باشدم اینش کشته نشود. گفته از خونش میگذارن. اینجا اولیای امور، صاحبان میت پدر و مادرش هست. آخر نزدیکترین خویشاوندان میت پدرش است و مادرش است. اینها باید، یعنی حق جانب اینها است که اینها عوف کنند، اینها میتونند عوف نکنند. تمام قاضی های مدینه به همین خلاصه میگن که این عوف کرده شود این بچه. امام مالک میگن که کشته شود. سخن امام مالک نمیگیرن و حکومت هم جانبداری قاضی های خودش میگیرد و حکم قتل نمیده. امام مالک میگن که لا اتکلم بالعلم حتی یقتل. من درباره علم دیگه گپ نمیزنم. من مقصد من دیگه شریعت نمیرسونم به مردم تا همین آدم کشته نشود. امام مالک در همین مذهب بودن که باید همین آدم کشته شود، برای اینکه غیلتاً کشتگی بود. میگن خلاصه این بعض علما دلیل کرده میگن که این دلالت میکند به جایز بودن مظاهرات، تظاهرات. یعنی یک عالم میتواند مردم ضد حکومت خیزاند. این دلیل از امام مالک است. بعضی ها میگن که باید ضد پادشاه نخیزیم، ولی اگر پادشاه طبق شریعت حکم کند غالبا و بعضی کمبودی‌هاش چشم پوشیده میشه. لیکن همه وقت نه. ابوذر غفاری در صحیح بخاری است، حدیث میگفتن یک آدم اومد گفت که آیا تو را عثمان از حدیث گفتن من نکرد؟ سبحان الله. حضرت عثمان داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه خلیفه مسلمان ها بودن. یعنی
گفتن که ابوذر امر معروف نکنند. ابوذر امر معروف میگه حدیث میرسوند به مردم. امر معروفی اونها قصه نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته الله تعالی گفت. وقتی که این گپ گفت این حدیث در صحیح بخاری است. آدم گفت که ای ابوذر آیا گفت توی پادشاه من نکرد خلیفه از سخنی پیامبر رسانیدن. بعد گفت که لو وضعتم الصمصامة على هذه و اشار الى قفا. اگر شمشیر به قفا مونتان گفت، شمشیر به قفا مونتان گفت، به قفاش اشاره کرد. ثانی من گمان کنم که تا همون شمشیر در آمدن یه حدیث گفته فرصت پیدا میکنه باشم، یعنی امکانیت داشته باشم یه حدیث تا آخرش برای گفتن باوری داشته باشم میگم گفت. یعنی ببینید من در نزدیکی مرگ باشم، شمشیر به من گذاشته شده که همین که حدیث گفتم به من در آورده میشه، لیکن من دونم که حدیث پیش از در آمدن شمشیر یا پیش از هلاک شدنم گفته میشده باشم میگم گفت حدیث، یعنی میرسونم. حافظ ابن حجر در شرحش گفتن که این دلالت میکند که اگر پادشاه از امر معروف نهی منکر از تعلیم شریعت مردم من کند عالم را، آن عالم باید اطاعت نکند، شریعت رساند. امام مالک گفتن که من شریعت نمیرسانم تا همون مرد کشته نشود. بعد کشته شد. یعنی همین بعضی علما دلیل مونن که این دلالت مونند که یعنی عالم همین خیل التیماتیم ها مونده میتوند، حق دارد. ثم امر به فاخرج. ثانی امام مالک گفتن که اینا برارید از مسجد. آدمی که سوال بدعتی داد پس برآورده شد. الاستواء معلوم، در دیگر لفظ ها آمده است که استوا معلوم است. یعنی استوای معناش معلوم است. بعضی ها میگن که گپی امام مالک، اگه امام مالک سلف است، امام مالک نمیتوند بروشو، مقصد امام مالک گنده کرده نمیتوند. امام مالک گپ گفتگی هم میگن که امام مالک معنای گپش الاستواء معلوم گفتگیش میگن که معلوم الورود، یعنی وارد شویش معلوم است، یعنی از الله تعالی گفتگیش معلوم است. اگر الله تعالی در 7 جای قرآن استوا علی العرش گفته است، اخواد امام مالک استوا معلوم یعنی گفتنی الله تعالی معلوم گوید، بلکه معناش معلوم است. معلوم المعنى، استوای معناش معلوم است. ولیس کما یقول اهل البدع والمتأخرون معلوم الورود. اهل بدع میگن که وارد شویش معلوم است، یعنی در قرآن آمدگیش معلوم است. در قرآن آمدگیش این همه میدانند، معناش معلوم است. معناش چی است؟ ارتفع، بلند شد، استقر، قرار گرفت، علا، بالا شد، بالای عرش برآمد. فهمیدید؟ خب خلاصه ما مثل اهل تفویض معناش نمیدانیم، نمیگوییم، بلکه استوا معلوم است. معناش این است که الله تعالی بر بالای عرش برآمد. و الکیف مجهول، کیفیتش مجهول است. و الایمان به واجب، ایمان آوردن به برآمدن الله تعالی بر بالای عرش واجب است و سوال کردن از کیفیتش بدعت است. و هکذا جاء عن الامام ربیعه ابن ابی عبدالرحمن، همین گونه از ربیعه هم همین آمده است. این قاعده را در تمام صفات‌ها استفاده میبرید برادران. این مسئله تفویض را من امروز برای شما کمتر روشن‌تر میکنم، برای آنکه این تفویض را اهل بدعت فکر میکنند که مذهبی سلف تفویض بود میگویند و هر صفت را یعنی گمان میکنند که سلف تفویض کرده است. یعنی وقتی که دست الله تعالی میگوییم، یعنی دست الله تعالی را سلف گویا گفته باشند که ما معنایش رو نمیدانیم، تعویل هم نمیکنیم دست الله تعالی را، ولی میگوییم که ما معنایش رو نمیدانیم، معنایش رو کیف به الله تعالی میسپاریم. نه، اینگونه نه. سلف میدانستند که دست چی معنا دارد، لیکن کیفیتش را تفویض میکردن و الله تعالی میسپاریدن. بنابراین این سخن یک چند قول علما هست، سخن فقط امام مالک نیست. چند علما گفتگی هستند که الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به
واجب والسؤال عنه بدعة. اینا در همه صفت ها استفاده برده میشد. حالا اهل تعویل میگن که خندیدن الله تعالی هم لیس المراد ظاهره، مقصد ظاهرش نه. خندیدنی که ما میفهمیم این خیلی خندیدن نه، این خندیدن دیگر خندیدن است، به معنای ثواب است، به معنای راضی شدن است. گفته تعویل میکنن. اما ما میگوییم که خندیدن خندیدن است، فقط که خندیدن کیفیت خندیدن الله تعالی رو ما نمیدونیم و مخلوق ها انیق که مانند نیست. برای آنکه الله تعالی میگه که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. ولم یکن له کفوا احد، و الله تعالی چیزی برابر نمیشود. صفات های الله سبحانه و تعالی برای خود خاص است. خب فمعانی صفات معلومه، معناهای صفت الله تعالی معلوم است. یعلمها اهل السنه و الجماعه، اهل سنت و الجماعه میدونند. منکر رضا، مانند راضی بودن، راضی شدن الله تعالی، رضی الله عنهم، الله تعالی از آنها راضی شد. ما راضی شدن رو راضی شدن ترجمه میکنیم. والغضب، غضب، وقتی که الله تعالی غضب کرد غضب ترجمه میکنیم، تعویل نمیکنیم. نمیگوییم هم که الله تعالی غضب نمیکند، نمیگوییم، چون که الله تعالی خودش میگه که غضب الله علیه، الله به او غضب کرد. گفت چه خیلی میگوییم که نه الله تعالی غضب نکرد، میگوییم که غضب در اینجا به معنای ظاهریش نیست، این باید تعویل کرد. این به این معنا است، به اون معنا هست، به اون معنایی که لغت عرب و جمله دلالت نمیکند، به اون معنا کشاله کرده نمیبریم. والمحبه، محبت الله تعالی، والاستواء والضحك، خندیدن الله تعالی، همه این صفات ها رو ما چه خیلی که آمده است اثبات میکنیم، معناش تفویض نمیکنیم. نمیگوییم که الله تعالی میداند معناش را ما نمیدونیم، نمیگوییم، بلکه ما میگوییم که میدونیم این صفات ها چه خیلی که الله تعالی اثبات کرده میدونه اثبات میکنیم، معناهاش معلوم است میگوییم، لیکن کیفیتش مجهول است و به صفات های مخلوقات مانند نمیکنیم. خب وانها معانی غیر المعانی الاخرى، نمیگوییم مانند اهل بدعت که معناش غیر معناش هست. فالضحك غیر، و اینچنین ما میگوییم که معنای راضیگی و معنای مثلا محبت یا ثواب، اینها همش به یک معنا نمیگوییم، همش الهیده معنا دارد. الله تعالی راضی شد، الله تعالی دوست داشت، الله تعالی خرسند شد، الله تعالی خندید، اینا همش معناهای الهیده دارد. مثلا میگم که فالضحك غیر الرضا، خندیدن الله تعالی غیر راضیگی الله تعالی. راضیگی الله تعالی دیگر چیز است، خندیدن الله تعالی دیگر چیز است. و الرضا غیر الغضب، رضا غیر غضب است. و الغضب غیر المحبه، غضب غیر محبت است. و السمع غیر البصر، شنوایی غیر بینایی است. همش معناهای الهیده دارد. كلها معلومه لله تعالی، همه این صفات ها معلوم است برای الله تعالی، لکنها لا تشابه صفات المخلوقین، اینا صفات با صفات های مخلوق ها مانند نیست. بنابراین برادر عزیز تفویض دو خیل میشه، تفویض المعنا و تفویض الکیفیت. تفویض معنا، معناش به الله تعالی سپاریدن، و تفویض کیفیت، کیفیتش به الله تعالی سپاریدن. و اهل السنه و الجماعه یفوضون الکیفیه، اهل سنت و الجماعت کیفیتش را به الله تعالی می سپارند و لا یفوضون المعنا، معناش نمی سپارند، بل یقرون به، بلکه معناش اقرار میکنند و یثبتون، به الله تعالی اثبات میکنند و یشرحون، شرح میدهند، وسیع کرده میفهمونند. فمن ادعا ان اهل السنه هم الذين يقولون بالتفويض، آنهایی که دعوا میکنند که اهل سنت آنهایی هستند که تفویض میکنند صفاتهای الله تعالی رو، معناهایش رو میگن که ما نمیدونیم، الله تعالی میداند، میگویند فقط کذب علیهم، در حقیقت به اهل سنت تهمت کرده است. در همین قدر درباره تفویض کفایتی میکنیم. الله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.